أين الرجال؟ بسم الله. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان یاری دادند. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و شهادت می دهم که محمد رسول اوست. امروز در درس دهم ما معنای کلمه توکل کن را بررسی خواهیم کرد. اهمیت معنای این کلمه در چیست؟ به الله توکل کردن به عقیده اسلامی متعلق است. الله سبحانه و تعالی می گوید: به الله پیروزمند و مهربان توکل کن، آن که تو را در حال به نماز راست ایستادنت و در قطار سجده کنندگان حرکت کردنت می بیند. این چنین معنا دارد که تو در همه کارهایت به الله توکل کنی. به الله توکل کن، چون او یاری رسان و نگهبان توست. او آن ذات است که به تو پیروزی عطا می کند. او ذات است که گناهانت را می بخشد. تمام این چیزها را تنها نزد الله سبحانه و تعالی پیدا می توان کرد. در نوبت خود به تمام چیزهای مذکور تنها کسی حق دارد که به الله توکل کرد، اما نفری که به کسی دیگر جز او توکل نمود به شبهه مغلوب است. الله سبحانه و تعالی می گوید: به کسی که به الله توکل می کند او بسنده است. از این رو عایشه رضی الله عنها زود چنین می گفتند: حسبنا الله و نعم الوکیل. الله برایمان بسنده است و چقدر او یاردمچی خوب است. الله او را از مصیبت ها و مشکلی های بزرگ که در زندگی به آنها دچار میگشت نجات میداد. جمله الله برایمان بسنده است و چقدر او یاردمچی خوب است معنای آن را دارد که تو در تمام کارهایت به الله سبحانه و تعالی توکل میکنی و خود را به خالقت میسپاری که رزق دهنده تو اوست و حیات و مرگ تو نیز در دست اوست. اگر تو به کسی دیگری جز او توکل کنی به مغلوبیت آشکارا دچار گردی. کسی که به الله توکل کند از او همه چیز را فراوان به دست آورد و الله به او پیروزی و عزت دهد. اعتمد عليه نصره و اعزه. امروز ما بیش از هر وقت دیگر به آن احتیاج داریم که پیش از آغاز کار، در وقت کار و بعد از آن به الله باز هم سخت‌تر توکل کنیم. یعنی توکل به الله باید حالت دائمی ما باشد که از عقیده سرچشمه گرفته و همه کارهایمان پیوست است تا که الله از ما چیزی محبوبش را دیده به ما چیزی محبوبمان را دهد. من برای خود و شما به الله استغفار میگویم. السلام علیکم و رحمت الله. استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.